خوابی شیرین خوابی شیرین خواب کن ای طفلکی درین تقریبا 1.5 سال می شود که من آنها را می شناسم. 1.5 سال. 1.5 سال است که با واسطه اینترنت، طریق اینترنت با آنها صحبت می کنم. آنها بسیار انسان‌های خوب، مخصوصاً حضرت گپ نیست به حضرت. من باید بروقتر، خیلی بروقتر به نزد آنها می رفتم، لیکن عزیزه با وجود همه این آنها به من زنگ میزنند، از حالم پرسان میشوند، دعا میدهند، راه نشان میدهند، از همه مهمش کمک میکنند. البته کمک پول میفرستند. پول چقدر که خواهم، کدام وقتی که خواهم برای من پول میفرستند. دیروز به من زنگ زده از من خواهش کردند که من باید به نزد حضرت روم. من به نزد حضرت. انا برای همین چیپتا گرفتم. نصیب پگاه به نزد حضرت می روم. وقتی که بعد 2 ماه برگشته آمدم، در سنتر دوشنبه خانه می سازم. درود دوستان عزیز، یک پارچه جالب از نمایش دوراهی هنرمندان تئاتر درام موسیقی ناحیه اشت به نام محمود جان واحدوف است که پیشنهادی ما به شما گردید و در دایره فستیوال آزمون جمهوری پرستو هنرمندان تئاتر مذکور به شهر دوشنبه آمدند و همین گونه یک دیدار عجیب در برنامه فضا با آنها برای مناسب گردید که من کلشان را به برنامه خیر مقدم میگم. تئاتر مذکور تئاتر نو تاسیس است و بار سوم است که در فستیوال آزمون جمهوری پرستو شرکت می‌ورزد و نمایش‌های جالب خود را پیشنهاد بیننده می‌گرداند. من درود میگویم به شما، واقعا نور و صفا آوردید و برنامه امروزه ما. تئاتر سال 2016 تأسیس یافت. می‌خواستم سر اول یک مقدمه کنیم که کمی معلومات مقدمه‌ای درباره تئاتر برای بیننده ما داده باشه. مرحمت. سلام و درود به اهل تماشابینان برنامه فضا و اینچنین کارمندان سفینه. سلام و درود به اهل شما. ما خیلی شاد هستیم که امروز تئاتر ناحیه اشت در برنامه شما اشتراک دارند. تئاتر ما از سال 2016 با پیشنهاد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی تأسیس یافته است. از این جانب 60 نفر کار و فعالیت دارند. ما اهل گروه تئاتر، اهل هنر در این برنامه شما شرکت ورزیده شدیم که اینم من معرفی میکنم به اینها. غنی و موزونه، یلداش و فراغت، کوچیب و رخشانه، یورمت و پیره، غنی و انورجان، شادمت و ایرجان در برنامه شما حضور داریم. خب بهترین، خوش آمدید. واقعا خسته نباشید. بار سوم است که شما در آزمون فستیوال آزمون پرستو شرکت می‌ورزید و سال 2017 بود بار نخست در این فستیوال شرکت ورزیدید. خطا نکنم نمایشنامه واپسین عروسی بود. خب چگونه گذشت؟ ما که بار اول شرکت ورزید بعد از 1 سال تأسیس و عموما تاثیرات چگونه بود، آمادگی چگونه بود و تا چه اندازه به این فستیوال آماده شده آمدید؟ در حقیقت درست قید کردید که ما سال
اولین فستیوالی که ما هنرمندان ما اشتراک نمودن سال 2017 بود. اون وقت اکثریت این هنرمندان نبودن. اینا همه جوانن. واقعا هم جوانن اشتراک نمودن. به نهایت تاثیرات والا بود برای اونکه ما همچون دبیوت اشتراک نمودیم و دیپلم دبیوتی گرفتیم. روی هنرمندان همون وقت باز هم والاتر گردید و ما مقصد داشتیم که در تئاتر ما که خودی شعبه هنرمندی شماره کارمندان که از روی واحدهای کاری کم است ما بیشتر جوانان رو جلب نماییم. سالی که تأسیس یافت من هنرمندان رو از کجا جلب کردید و کیها در هیئت تئاتر شما بودن؟ هنرمندان ما اولی تأسیس یابی با در اساس پیشنهاد خود ریاست فرهنگ ما کاستینگ آزمون برین گذراندیم. در همین کاستینگ آزمون هنرمندانی که بیچون و چرا دانشگاه صنعت تمام کرده بودن قبول شدن. فعالیت ایجادی خودفعالیتی داشتن قبول نمودیم. چگونه خودفعالیتی داشتن؟ اون صحنه‌های خاص بله. چگونه بود؟ در کدام هیئت فعالیت؟ در مکتب‌ها اشتراک می‌کردن، در محفل‌های فرهنگی اشتراک می‌نمودن. چون شخصان ما جلب نمودیم. مهارت داشتن. مهارت اکتوری داشتن. و این هیئت رو کی جلب کردید؟ این هیئت اساساً 2 سال شد. 2 سال. پرگی. تا اومدن فعالیت کاری اجرا نمودن. لیکن اساسی مقصد در اون است که ما برای آنکه ما در فستیوال چنین فستیوال آزمون‌های جمهوری شرکت ورزیم و یک هنر و مهارت خود را نشان دهیم برای ما پیش از همه سرکارگردانی و قوت لازم است. لیکن این معما در همه تئاترها حاضر هست که سرکارگردان نمیرسد. من کارگردان ها کیا هستند؟ حاضر برای همین ما یک همشهری خودمان خوشنودی دادارو جلب نمودیم. بله. همچنین در تئاتر کنی بودم فعالیت میکنم. همچنین اکتور فعالیت میبرد. در تئاتر ما همچنین سرکارگردان فعالیت میبرد. و نمایش دورا نیست مال اون کس است کارگردان. بله هم این نمایشنامه دبیوتی همون شخص است. تا جایی که میدونم درامش رو در یک جایگی نوشتید با اهلی گروه. عجیب. چگونه؟ ایده از کجا پیدا شد؟ ایده اساساً ایده پیدا شده در وقتی به زبان بگیم همین خوانش‌های روی میزی از هر یک اشتراکچی همین پیدا شد که فرض کردیم قسم یکم صحنه را چنین آغاز نماییم، قسم دوم چنین آغاز کنیم. وقتی که فکر یک جای شد سرکارگردان علاقه برای وی یک تکان میشه. بله. خب من به هر یک هنرمند حالا سوال میدیم. خب موضوع شما چگونه راه یافتید به تئاتر؟ من با پیشنهادی کی بود چگونه با این تئاتر راه یافتید و فعالیت کردید؟ خب وقتی که تئاتر تشکیل یافت تئاتر از جهتی یعنی هنرمندان جلب هنرمندان وقتی که مشکلی میکشید من همچون هنرمند پیش از همه دعوت کردند که اول از کاستینگ باید گذرم. بعد من در کاستینگ اشتراک کردم و خوشبختانه از کاستینگ با موفقیت گذشتم. از کاستینگ آزمون. شما کجای تحصیل کرده بودید؟ من وقتی که از کاستینگ گذشتم خودم خدمتکارده کالج صنعتی شهر خوجند بودم. این زمان بعد که یعنی در آزمون به من همیشه شرط گذاشتن که باید خیلی ما شما کار قبول میکنیم لیکن باید معلومات عالی کنید و من انا 2 سال میشود که اینستیتوت صنعتی شهر دوشنبه رو بخش هواس داشتید که باید مثلا هنرپیشه بودن برای شما؟ از کجا خواهش در شما پیدا شد؟ خیلی شوق و هوسم بود لیکن بعضی مشکلی های اویلوی که در دوشنبه اومدن نتونستید؟ بله دیرتر باشدم لیکن من فخر میکنم که من دوشنبه اومدم خوندم. انا فخر میکنم که طولی 6 سال میشود که در تئاتر کار فعالیت کرده ایستادم. بله. در کالج صنعتی شهر خوجند بخش فرهنگ‌شناسی. بله. خب آفرین. و یک چیز جالب از بیننده عزیز من این سیر رو فوش میکنم. ایشان حالا 2 فرزند دارند. 2 فرزند دارید نه؟ 3 فرزند.
دو فرزندشون در پیش صحنه است چون یک کودک خردسال دارن و برای اون که بیاین در پرستو شرکت ورزن کودکشون 1 ساله و 3 ماه است. 1 سال و 3 ماه بله. یعنی قدر جان فدا اینقدر فدای سایه صنعت هستند که فرزندان خش را همراه خود آوردند تا نمایش را پیشنهاد بیننده گردانند. واقعا احسن میگیم برای شما که اینقدر دوستدار صنعت و فرهنگ هستید. چگونه است کار؟ شوق و هوس، من خواهش فضا چگونه است در اونجا؟ برای ما کار و فعالیت بردن پیش از همه مثلا وقتی که سرجم میشویم اگر یک نفرمون در بینمون نباشه ما فریاد میکنیم چرا که هر کس جای خود رو دارد. هر یک نفر در کلکتیو جای خود رو دارد. با شوق و هوس با یک چی گویم خوشنودی با حضور شوخی ها ما کار رو پیش میبریم. وقفه فراغت شما چگونه رفتید به تئاتر؟ من قبلا مهارت اکتوری داشتید و من کجای تحصیل کرده بودید؟ در دل من این بود، یعنی هنرمند شدن در دل من این استعدادی من، شوق ذوق من از خردی من این شوق را داشتم. لیکن وقتی که تئاتر شده شد همچون کارمند فعالیت میکردیم. بعد از آن که خوشنودی دادو به همین تئاتر سرکارگردان شده اومدن ما رو قبول کردند و مهارت ما رو دیدند. ما یک جایه کار رو پیش برده ایستادیم. شما چی کار میکردید قبلا؟ قبلا ما کارگری تکنیکی بودیم. کارگر تکنیکی بودید. در دوامی کار به صنعتی کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ در ایجادات خلق شعبه فرهنگ شناسی خوانده تمام کردم. آفرین. و چگونه است در چند نمایش نقش آفریدید؟ در چهاربینی‌های سیاسی ما بسیار صحنه‌های خرد می‌آفریم، در همش اشتراک می‌کنیم. ما یک درامی از این نمایشنامه پیش تقدیر نام نمایشنامه در شهر خوجند در 7 ستاره برگزار گردید که جای یکم گرفته. من در اونجا در نقش مادر بودم. آفرین. و شما؟ من رخشانه نام دارم. قبلا برای تکلیف به شما تشکر میگم. مینداری اهل هنرمندان را سلامی اش زمینیان را میرسانیم به شما. سلام عزیز. من از سال 2019 در همین تئاتر کار و فعالیت میکنم. پرستوی قبلی آمده بودید؟ سال 2019 اشتراک کرده بودم، رولی معاش را اجرا کرده بودم و این دومین بار است که من در فستیوال پرستو اشتراک میکنم. چگونه راه یافتید به تئاتر؟ اون کاستینگ شد و من چگونه شما را دعوت کردم؟ نه کاستینگ نشد. من خود شوقی در صحنه بازی کردن رو از خردی داشتم. در وقتی مکتب یگان محفل ظریفان یگان چهاربینی نمیموند که حتی از درس ها میموندم، گپ میشنیدم و همین هوس داشتم من. و بعد با خواهش خودم رفتم مراجعت کردم، قبول کردند و تا این دم صحنه های کوتاه بازی میکنیم. صحنه های کلانچخیلی که معلم قید کردن در ولایت سوخت ماه نوامبر 7 ستاره آزمون اونجا اشتراک کردیم. جای اول رو اشغال کردیم. کمینه همچون مرا مقبول دانستند که صاحب لوچ ژنسکی رول. شما جایزه بهترین نقش زنانه رو گرفتم اونجا. نمایش چی نام داشت؟ نمایشی ما تقدیر نام داشت. اونجا من یک دخترک کارگردان کی بود؟ خوشنود بود؟ بله خوشنودی دادا برای من استاد هستند. من این رو قید کرده گذارم که برای من استادم هستند که تمامی نازکی‌های هنرمندی صحنه رو به من می‌آموزند. هنرمندان حرفه‌ای دعوت میشوند از دوشنبه برای تکمیل دادن مثلا هنری اکتوری شما؟ چون در کنیبادو همین گونه مثلا فستیوال ها همین گونه مثلا در نقشه هست این چیز که آینده همین خیلی تکلیف مستر کلاس ها لابراتوری همین خیلی گذشته شود. خب آفرین. خب و شما چگونه برای تئاتر رفتید؟ تا جایی که میدونم با شادروان محمود جان وحید و همسایه هم هست. عجیب. از خردی که موزه بود در پهلوی ما من هم در اونجا اگر خطا نکنم تو بیگانه همینجا بودم. پلاسینکویی که داشتم گوش میکردم. بعد به خودم مقصد گذاشته بودم که البته به صنعت رفته دوشنبه خونم مثل همون شخص شوم. خیلی زندگی هم خیلی دشوار بود. بررسی رفتم، در روسیه خوندم تبروید اکسپرت در شهر ارخانگلسک. بعد زندگی هم خیلی مجبور کرد که بازگشت اومدیم از غریبی به تاجیکستان. بعد به تئاتر همچون کارگر مدیر خواجگی محترم خلوف گرفتن
2 سال کار کردم در دوام 2 سال من با غنیمت در رول‌های کوتاه در اشتراک کردم همچون از سبب که اکتور کم بود نمیرسید هم ابرازی که در کار بود نبود برای همین اشتراک میکردم که دستگیری شود گفته هم در چنین در چهاربینای بستان اشتراک کرده بودم اونجای صنعت بود در همون وقت سالهای 89 90 بود حالا هم بخش مدیر خواجگی رو نه من حاضر همچون نرمن کار کردم عجیب در چند نمایش نقش آفریدید در همه نمایش‌ها 2 سال میشود که جایی نیست که ما برآمد نکنیم بله در област رفتیم 7 ستاره ما باور نداشتیم که جای یکم میگیریم با همین خیلی خوشون دادم موتیواسیا دادن که چه خیلی برآمد کردید در اش همین خیلی برآمد کنید بعد رفتیم خیلی برای ما این یک عجایب شد که در میان 7 تئاتری که واقعا فعالیت کسبی دارند و فعالیتشون مثلا زیادتر است ما نه تنها یکم جا گرفتیم سامی лучший женский роль گرفتیم موسیقی صحنه ما جای یک گرفت پسر بچه که رولی پسری مایده که بازی میکرد کسلی اوتیزم وای هم گرفت دیپلم بعد عبدالرحمنов شوهرجان گرفتن مورسکوی سیمپاتیا میخیل و شما چگونه راه یافتید به تئاتر فکر میکنم که مثلا این سند شما خوندید نه راه یافتن ما به تئاتر پیش از اون که در تئاتر کار میکردیم در شهر قیروقم حاضر گلستان شده است در دوره ما کار میکردیم قیروقم بود در همونجا کار میکردیم کار و فعالیت میکردیم و من در چوربینوی فرهنگی من فرهنگی ولایتی بسیارتر اشتراک میکردم همچون برنده همچون روی و بسیار استادای میشناختیم همجور زنگ میشد که در اشت قصری فرهنگ شده میشود و اونجا با اشتراکی میمونان عالی قدر باید همونجا ما رفته باید اشتراک میکردیم یعنی که برای ما همچون برنده یا اینکه رولی محمود جان وایدوف یا اینکه پیروانی محمود جان وایدوف باید برآمده موجه شعر قرائت میکردیم خلاص رفتیم در همون برنامه فرهنگی نوروزی که با اشتراکی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون همونجا برگزار گردید ما در همونجا بازی میکردیم یعنی که نقش میآفریدیم و عموما محترم جناب عالی قصر فرهنگ رو در همونجا اعلان کردن که تئاتر میشود و الکی بعد اون تئاتر با کاری خودش آغاز شد با من از با پیشنهادی ماموریتی تئاتری همون تئاتر که در اونجا عبدالرحمنов شویجان و بودند چی میگو دیرکتور بودند و همچون با پیشنهاد ریاست فرهنگ همچون با کار اومدم وقتی که با همون کاستینگ دار اومدم گفتن که از کاستینگ همون روزی وای گذشته بودی روزی برآمد گذشته بود الکی با همه آغاز کردیم کارو تو این دم کارو فعالیت کرده استادیم شکر همین نمایشنامه‌ای که تو این دم شد در همش نقش آفریدیم و ما مطمئن هستیم باز نصیب آینده ها نقشای دیگر هم در پیش است. آفرین خسته نباشید. واقعا داستانی به تئاتر وارد شدن هر یک شما عجیب است و خیلی جالب نیست هست که چقدر شوق و هوس و خواهش شما رو به تئاتر برد و همین خواهش امروز باعث کردید که الکی موفقیت های نو به نو رو شما نایل گردید و امروز تماشابین شهر دوشنبه نیز از نمایش های شما لذت میبرند. خاصتا همین نمایش دورا باید اطراف این نمایش حرف زنیم چون یک نمایشی هست که از درد امروز جامعه حرف میزند اینترنت و وسایل امروزی تکنیکی که ارتباط ها رو نزدیکتر میکند ولی انسان ها با واسطه مثلا صحبت های الکترونی همدیگر رو میشناسند ولی واقعیت رو نمیدونن که در پس مثلا اکران ها چی است. باید اطراف این حرف زنیم که چی بود و داستان اصلی این نمایش در چی است. نمایشنامه دروغ حالا که از نامش برای ما انیق است که دروغ است. هر انسان در جدای زندگیش دروغ دارد. یعنی که بسیار جوانان ما امروز همون مفهوم دروغ رو نمیفهمند. یعنی که یگانه راه میگویند یا اینکه در زندگی بسیار فوجا میشد که تنها یک راه رو انتخاب میکنند. برای من در راه زندگی دروغ هست و نمایشنامه ما نیز سر رژیسور همچنین مؤلف همون نام رو پیشنهاد کردن که به همگان معقول است و دیگر موضوعی که در داخل این نمایشنامه جایگیر کردند با
کالکتیوی همکاران و همچنین مؤلفان این است که به پورگی تمام اهل هنر محسوب می‌یابند. مسئله دو روز گرویدن جوان‌ها به هر گونه حزب و حرکت‌های افراطی و همچنین دیگر پرابلمی است که استفاده نادرست تلفن، یعنی که تلفن و همچنین فوجیه‌های زندگی که با واسطه همین ابزارها به میان میاد. بله بله و همچنین چه میگویند سبب‌های ویرانشوی اویله‌های جوان، عموما همون چیزایی که دو روز است همون موضوعها رو ما اینجا پیشنهاد کردیم که هر تماشابینی که می‌بیند من در بین هزارها تماشابین اصلا یک نفر فهمد درک کند به خود یگان معنی گیرد. مقصد نمایشنامه از همین عبارت است. و هنر همین است، وظیفه هنر نیست همین است که با واسطه هنر با واسطه آفریدن زیبایی پرابلم و مشکلات جامعه را بیان کردن است. و چگونه قبول کردن تماشابین دوشنبه؟ هنر نمایشنامه از ما قبول کردن از تماشابین است، با دادن از تماشابین است. لیکن از روی تاثیراتی از طول برآمده رفتن تماشابینان در بطن ما همه چیز پیدا شد که قلب ما که خوب قبول کردن نمایشنامه و روحیه هم میدید برای هنرمندان. واقعا پیش از همه به فکر خودی من همچون معاونی دیرکتور تئاتر و همچون هم تماشابین و هم اعضای همین کلکتیو حس کردم که به تماشابین بیشتر روحیه هر یک هنرمند تاثیر رسوند. خب که هر یک هنرمند نه تنها فرق کردیم یولداش نبود اونجا، ولی مادر بود، خوشتامنی کلیم بود. و از اونجا دیگر ابرازهای هم پدری دومات هم دیگر هم خودی فریدون هم که وای همونجا وای فریدون بود، ایرج نبود. یعنی هر کس در نقش در همون ابراز خودش در اومدن. واقعا ما هم که کینه تئاتر در اومده وقتی برو اومدیم محاکمه کرده میریم. همین چیزه الکه از نگاه و محاکمه خودی همون تماشابینم بعضی خلاصه برآوردن ممکن است، لیکن خلاصه بیامون همی که این همش وابسته در جنبه است. در از نگاه خودی با حیاتی دوبارون است. بله واقعا. و هدف این است که به بیننده پیشنهاد کرده شود. و عموما شما درامه ها را از کجا پیدا میکنید؟ چگونه بررسی میکنید؟ به شما کی پیشنهاد میکند نمایشنامه ما بیشتر از خودی وزارت فرهنگ مراجعه میکنیم. همون ما با اثرهای پیشنهاد میکنن کتابای ما از همونها میگیریم. از نمایشنامه‌های دیگر برای ما قصه کنید که اونها چگونه تولید میشدن و چگونه تولید میشوند و اصلا بیننده چگونه قبول میکند؟ مردم تا چه حد دوست دارند به تئاتر بیایند و عموما چگونه همون تماشابین را جلب کردید در ناحیه اشت؟ این جای پوشیدن نیست. حاضر خلق از تئاتر دور شده است. واقعا این یگان جای پوشیدنش نیست. لیکن ما حرکت میکنیم. فرق کردیم ما وقتی که پیشنهاد مردیم که رستم واحدوف که همچون هنرمندن شناختن رفته در تئاتر ما با ما همکاری کنن، اون کس معلم عزیز زحمت زیاد کشیدن تو اثر دراموی رو موندن، لیکن تماشابین جلب کردن به تئاتر برای نه تنها یک ماه نوع دوردست در مرکز هم به فکرم معما هست که بسیار دشوار است، کم میبینن. لیکن همین در نمایشنامه ما نمایش داده یک سخنی استاد ما هنرمند عزیز ما میرم ایساییوه بسیار با ما تاثیر کرد که من چند سالی که در تئاتر کار میکردم تا این درجه رسیدم. امروز در این نمایشنامه از نمایش خودی شاگردا و از موسیقی همین راحت کرده رفتیم. این برای ما الکه یک فخر بود. بله افتخار بود که وقتی بهای بلند را یک هنرمند محبوب میدن. بله و همین گونه مثلا بها دادن، همین گونه حضور هنرمندان حرفه‌ای در نمایش‌ها فکر میکنم که روحیه هنرمندان رو باز هم بالیده میگردن. بله همین چهاربیه فرهنگی فرق کردیم برنامه‌های کنسرتی
حافظ را یا سراینده را یا رقاصه را قرصک مخلص رو بلند میکند. به فکر من همین برای هنرمند اگر بعد از نمایش داشتن قرصک باشد بعد از وقت سخنی نیک است. واقعا و موسیقی ها چگونه تولید میشوند؟ اونجا شون تئاتر موسیقی درامایی است. موسیقی درامایی است. اونجا فکر میکنم که گروهی مطربان نیست هستند که اونجا مثلا موسیقی های جالب ایجاد میکنند و همچنین آوازخوان نیز دارید نه؟ آوازخوان هم هست. خب میشود که یگان پارچه دیگر یگان حالتی از صحنه ها برای ما پیشنهاد کنید؟ پارچه از همین نمایشنامه درو من که در نقش خوشنامان بودم کمتر از من اجرا میکنم. فریدون تو چی کار کردی؟ این چی کاری کردگیت بود؟ من از تو این چیز را انتظار نبودم. فریدون در نزد مردم ما را شرمنده کردی. چرا خاموشید؟ یگان چی گوید آخر؟ دمتگیر با داد زدن تو یگان مسئله حل نمیشود. من بهترش به نزد پدری مادری دختر رفته مسئله توی رو حل میکنم. آنها اگر عریضه نویسند وای بر حال ما. توی نمیشود. من راضی نیستم. اگر وی به حیات دامنش را وا نمیکرد با این مشکلی روبرو نمیشدیم. توی با این سراسیمگیت خطا میکنی. در جوانی کی خطا نکرده است؟ ما باید حل این مشکلی را یابیم. توی نمیشود. من در نزد دوست دشمن شرمنده شدن نمیخواهم. وای دختری بی حیا رو به خانه کلین کرده نمیارم. دمتگیر تو فقط خودت را فکر میکنی. من باشم آبروی عائله را فکر میکنم. تو چی گمان میکنی به من آسان است؟ به من آسان است. گپ همین. من خودم به نزد پدری مادری دختر رفته مسئله توی را حل میکنم. توی میشود. تمام. نمیشود. نمیشود گفتم. نمیشود. آفرین. خب ما با اون دلیل خواهش کردیم از شما که این پارچه رو پیشنهاد بیننده ما گردونید و اگر تماشابین عین حال ما را تماشا دارد واقعا از شنیدن همین پارچه نمایش البته خواهش دیدن مثلا کل نمایش در دلش پیدا می شود چون این چیزا جلب میکند بیننده را تماشابین را و حتما که وقتی که میروید در عشت بار دیگر این نمایش رو پیشنهاد میکنید من باور دارم که همون تالار تئاتر شما پر از تماشابین خواهد بود. حضور شما رو بار دیگر خیر مقدم میگم به تلویزیون سفینه و شهر دوشنبه. واقعا یک صحبت خوب داشتیم، جالب داشتیم و امیدوار هستم که همین موفقیت های شما بیشتر می شود و ما باز شما را دعوت میکنیم به تلویزیون سفینه و شاید زمان به تئاتر شما میرویم و به صحبت های دیگر انجام میدیم. تشکر زیاد، خوش آمدید. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور میشم که مهمانان برنامه ما بودن هنرمندان تئاتر موسیقی درامایی ناحیه اشت به نام محمود جان واحدوف و به شما روزگاری خوش و زندگی آسوده تمنا دارم. تا دیدار دیگر خیر.